دوستان که میومد برای مهاجرت، اون اول از همه چرا مهاجرت میکنه؟ کسی که خوشگل و باصل. من هیچی نمی 34,606,000 تا بخواد ویو بگیره. میشم شکسته خاکی ام من، بچه من نگار اونم که دیگه آره دیگه همه من و ریخان و الان در مسیر خرید تولد هستیم. غزلم پشت دوربینه. دیگه رسیدیم به مرکز خرید لاکانادا میگن خیلی خیلی لاکانیاداست. بریم خریدا رو انجام بدیم و اصلا هم امروز وقت نداریم. دوتامون باید برگردیم خونه برسیم به کارامون. شبم که مهمونیه. خلاصه به این ولاگ جدید خوش اومدین دیگه. ولاگو با خرید شروع کردیم. این ماریو خوبه. من میخوام اینو بگیرم. کادو رو گرفتیم بذاریم تو ماشین بریم بقیه خریدا رو انجام بدیم. قشنگ کادوش کردم خوشگل. فروشگاه زارا. بچه برند زارا مال اسپانیاست. بعد معمولا همه میگن که زارای اسپانیا اصلا کالکشناش فرق داره. بریم داخلش رو بهتون نشون بدم ببینین که چه شکلیه. دامنه چقدر عجیبه. اصلا این چوباره چقدر خوشگل چیده تو این گلدونه. خیلی قشنگه. ما بیشتر از دکور خوشمون اومده تا لباسا. بهتون نشون بدم. بچه‌ها تصویر منم داشته باشین از زارا. ژیله خودم از زاراست با صندلم. اومده یه سری محصولات جدیدم زده که من ندیده بودم. مثلا این برای بلو درای اسپری زده که مثلا قبل از اینکه موهاتو سشوار و براشینگ و اینا کنی ازش محافظت میکنه در برابر حرارت. اینا رو من ندیده بودم. مثلا این کرل سیروم برای فر کردنه. اینا محصولات جدیدشه. این موسه. این اسپری شاینشه. چقدر جالب ژل زده حتی بچه ها. چقدر جالب. وت لوک موسس. از این مدل ها که موهاشونو میدن بالا کلا انگار ژل زدن خیس وای میسته. این اونطوریه. شاین اویلشه. این هم از وسایل خونش. خیلی خوشگل و با سلیقه‌ان. مورد علاقه من واقعا زارا همه. خیلی وسایلاش خوشگلن. دیگه آمادم کامل که برم تولد. فقط باید لباسمو بپوشم. کادوام که صبح خریدیم با هم. شما هم دیدین کادو رو. دیگه موهامم تو ولاگ قبلی توضیح داده بودم براتون دیگه. انقدر از این مدل موه خوشم اومد گفتم بذار این سری هم اینجوری برم. این هفته کلا تولد بازیه. اینم از استایل هم گفتم قبل از رفتن بهتون نشون بدم. یکم نزدیک‌تر. بزن بریم. امیدوارم که عالی باشیم به یک ولاگ دیگه با من سارا. خیلی خیلی خوش اومدین. امروز خیلی خستم
2 روز پشتم تولد دعوت بودم، خیلی خوبه، کیف میده تولد، ولی بعدش خیلی خسته میشه آدم. دیشب فقط رفتم یه پیاده روی کردم، دیروز یک شنبه بود تعطیل بود همه جا، یه پیاده روی کردم، یکم الان اوکی هم، انرژیم بهتره، یکم هم صدام گرفته، نمیدونم حساسیت چیه اصلا، همش دارم چای لیمو عسل میخورم که صدام بهتر بشه. امروز هم که دوشنبه است، اولین کلاس فانکشنالمه. این کلاسه که میرم خیلی کاردیو خیلی سنگینیه و واقعا تاثیرش رو دیدم، بدنم خیلی سفت‌تر شده از موقع که دارم میرم. سعی میکنم که کمتر کربوهیدرات مصرف کنم، بیشتر پروتئین دارم مصرف میکنم و واقعا تاثیرش رو دیدم بچه، خیلی خوب بوده. الانم حوض یوز شیرین کردم، بعد همش هم تو اینستاگرام چیزای رژیمی داره برام میاد. یه چند تا رسیپی خیلی خفن دیدم. کلاسم ساعت 7:30، من 7 باید از خونه خارج بشم، یعنی یه ساعت زمان دارم دیگه، بگو کمتر. یه دونه از اون براونیای میخوام رژیمی طوری درست کنیم با هم دیگه، بریم ببینیم چه جوری میشه، موفق میشم یعنی. خب بچه ها، ما نیاز داریم به 2 عدد موز، 2 عدد تخم مرغ، من الان 3 تا گذاشتم، پودر کاکائو لازم داریم. بچه این شکلات ها دارک چاکلت هن و اوکی هن، یعنی رژیمی هن. شکلات های تکه‌ای هم می‌ریزیم داخلش، کوچولو هم میزنیم. خب بچه من یه دونه پیرکس برداشتم، داخلش از این کاغذهای فر نچسب گذاشتم داخل این پیرکسه. خب حالا مواد رو بعد همجوری بریزم داخلش. اینجوری تکنش میدیم. فرمو از قبل گرم کردم، الان داغ شده. دما رو بذارید روی 200 درجه یا 180. یه ربع آماده میشه. بافتو ببین، من هیچی نمیگم، عالی شده، عالی. یه خبر خیلی خوب دارم، اینکه من یه ریل توی اینستاگرام پست کردم و این ریل 34 میلیون و 600 هزار تا بازدید داشت، یعنی ویویه. به این زیادی تا الان نداشتم، قبلا مثلا تا 13 میلیون داشتم، ولی اینکه یه ریلم یه 824 هزار تا لایک بگیره و 34 میلیون و 606 هزار تا بخواد ویو بگیره، اصلا نمیتونم بگم عددشو، اصلا تا حالا همین چیزی نداشتم. بهتون نشونش میدم، حتما عکسشو میذارم براتون. مثلا وحشتناک خوب، اصلا این ماه زده بود که 50 میلیون بازدید داشتم من از پیج اینستاگرام و خیلی خیلی خوشحالم بچه ها. خب این خبر خوشحالم دادم. بچه ها من رسیدم جلوی باشگاه، براونیه واقعا خوشمزه بود و خیلی انرژی خوبی بهم داد. رژیم درست، بذار من اینو خاموش کنم صداش نیاد تو بله.
رژیم درست همینه، آدم همه چی باید بخوره ولی درست و اصولی و رژیمی، چیزی نذارین تو دلتون بمونه. خلاصه هم بریم به سمت باشگاه. این انصافه باشگاه دم مکدونالد باشه، یعنی البته دوست ندارم مثلا غذاشو، کیفیتش خوب نیست، ولی خدای این انصاف نیستا. به یه ولاگ دیگه بسیار بسیار خوش اومدین. اینو در هر دفعه میگم که خواستم ادیت کنم همه رو بتونم کنار هم بچینم، چون معمولا یادم میره سلام علیکم یه کاری من وش شنیدم دیگه پشتم انجام میدم. امروز 100 بار اینو بده به من لطفا. امروز مهمون ویژه داریم، آرمان جونو داریم. سلام علیکم. اینجا هستن سوالا رو جواب بدن. چه سوالی؟ و در کنار من باشن، چون خیلی راحت تره اینجوری که نفر باشه. و تو باشه خیلی راحت تره دیگه. یعنی جواب سوالاتو میرسونی؟ آره جواب سوالا رو میرسونیم. من آماده نخوندم اما امتحانه چی؟ راجبی عشق ابدی خواستم بگم لاویز بلایند، عشق ابدی بگو. چی مشق ابدی نمیدونم چون میکنم. عشق ابدی کدومه؟ کامان ما داریم همیشه نگاه میکنیم. آها. با مزه است دیگه، از اون برنامه هاست که نمیخوای نگاه کنی، وقتی نگاه میکنی نمیتونی نگاه نکنی. منفور کردین کاراکتر رو اول بگو. ببین آخه این منفورترین کاراکتر سوال میچرخه. بچه‌ها پرسیدن. ببین منفورترین کاراکتر میچرخه به نظرم. اولش علی بود 100%. چرا خب؟ چون همش من گوشم شکسته، خاکی هم بچه من خیلی خفنم. من میدونید چقدر 400,000 لیر پول اسپیکرهای اون استودیو من و این چرت و پرتایی که میگفت دیگه. بعدم جاسویچی میگفت من نمیدونم قهرمان ملی و فلان و من خیلی اون بود. بعد ولی یه جا ما رو گفتش گریه کرده بود، من دلم سوخت حقیقتا. حالا آن که حالا کم بود، از کم بودا میاد، خیلی کم بود داره. کار نداشت اونجا که گفتن ما چه شخصیتی ما اون که تو تلویزیون داریم میبینیم و داریم نقدش میکنیم، اون که شخصیت واقعیش هست یا نیست رو نمیدونم. امیر حسین منفورترین دوم بود که مثلا حالا بازم من میگم اینا عین یه فیلم یه سریاله یا هر چی که داریم ما ریالیتی شوه میگم، ولی با اون کاراکترایی که تو تلویزیون دارن دارم نقد میکنم. شاید شخصا آدم خیلی خوب و با شخصیت و خوبی باشه، ولی تو اینجا این شخصیتش اگه خودش هست که آدم هبل و خیلی چیزی بود دیگه، اینه که آب دهنش میافتاد. من آره چقدر گفته بودن که به دختر نگاه میکنه. آره دیگه این سیف من تو برو با هر کی، منم با هر کی، همش اینجوری بود دیگه. آره دیگه این دختر داشت هول میداد به آخ اینجا اون علی دقیقاً نه میگفت ضعیف، اون گفت آخ. آره اون بود. بعدش ترانه نه چیز نگار اونم که دیگه آره دیگه همه منوری خان و همه من تاپ هم و همه دوستم دارن و من مثلا همه آپشن اول همه اینا بودم و اینا دیگه. ولی واقعیت به نظر من به عنوان مرد اصلا چندشه یه ذره. سیاوش خوبه. ما سیاوش رو دوست داریم، خیلی باحاله. لایک میدم خوبه به خودشه. حالا با کسی حال نکنه میگه، حال بکنه میگه. خودشو کوچیک نکرده. نه خدایی شخصیت خودشو خیلی حفظ کرده. دختر باشه براش هم مهم نیست. البته من اینو گفتم نقدای سیاوش خوبه چون اون همه بیشتر داره، نزدیکتر همه ما داره این جریانو میبینه دیگه. اون تو در حقیقت در حکم دوربین چندم داره بازی میکنه. دقیقاً. ولی خوبه بچه تیکاش خوشم. فقط الان یه استوری ازش دیدم توی اینستاگرام که بچه‌ها برام فرستاده بود، چون خیلی ما با شخصیتش ارتباط برقرار کردیم. نوشته بودن که چرا بینی تو عمل نمی‌کنی؟ گفته بود کار خودشو خوبه رو انجام میده، مثلا مکشش خوبه، ازش هم راضی ام. بعد چرا انقدر گیر دادیم که مثلا یکی باید دماغش عمل کنه، یکی باید این کار بکنه اون کار بکنه. چرا انقدر دوست دارین آدم‌ها رو عوض کنی؟ شاید یکی دل قشنگی داره، شاید یکی چشم قشنگی داره. خیلی قشنگن صحبت من با این شخصیتش خیلی کیف کردم. نفر بعدی فرشاد. ببین فرشاد خودش یه بچه خیلی ساده به قول خودمون بیشیله پیله داره نشون میده. حالا یا واقعا خیلی ساده است یا تو این برنامه
داره سعی میکنه خودش رو ساده. آخه نمیشه که اینقدر بیخیال باشی، یعنی مثلا خودتو جلو بقیه کوچیک کنی. بعدم اینی که مثلا این همه هیکل و ورزش رو به خودش میرسه. به هر حال کسایی که اینقدر به خودشون میرسن که به یه چه میدونم لولی برسن، یه بدنی درست کنن، اینا یه آدمایین که یه مقدار از نسبت به تجربه خودم دارم حرف میزنم، اما کسایی هستن که به حال زحمت کشیدن، به یه جایی رسیدن، به یه بدنی رسیدن، به یه هیکلی رسیدن. اینا همه مستلزم وقت، هزینه، زمان، دیسیپلین خیلی خوبیه. این که کسی که این دیسیپلین داره این همه به خودش میرسه، بعید میدونم خودش اینقدر بخواد خار و کوچیک و خیلی بی ارزش کنه، بگه حالا این بره دورش بزنه باز بیاد پیش من. این من یه ذره هنوز جا نیافتاده. قشنگ جا نیافتاده هنوز. جا نیافتاده. نفر بعدی زهرا زهره. نه میلاد. اون میلاد بامزه است. میلاد که اصلا تو بازی نیست. این بهش موشک و قایق و اینا میدن، میره اونجا با چوب بازی میکنه. بعد جایی که فکر کنم میخوام فیلم بگیرم، یا بچه بیا میدوه میاد پیش ما رو. باحال جنتلمنه. باحال میلاد. جنتلمن نمیگم جنتلمن، چون انگار پخته نیست. نه قشنگ داره ولی با معروف رفتار میکنه. شیکه. بازم حتی معروف هم گفت مثلا این خیلی به نظرم یه ذره بچگانه هست. خب معروف چون خیلی آگاهه. آره جنتلمن یه ذره پختگی رو باید داشته باشه. اون پختگی جنتلمن نداره. حالا بچه خوبیه، چی میگن، توجه میده، برای یه زن ارزش قائل هست نسبت به اونجا که میبینیم، ولی باز کاراکترهای یه جنتلمن واقعی شاید من ندیدم. کسی که فکر میکنی مثلا میلاد میتونه کسی باشه که تکیه‌گاه باشه، شاید باشه. من اون رو توش ندیدم. به نظرم ماهرخ، نه منظور ماهرخ به نظرم قوی‌تر اومد، آلفاتر اومد، یه شخصیت آلفا. این از علی یاد گرفتیم. ماهرخ خیلی قوی‌تر اومده تا میلاد. باز اینجا بذار یه چکی بکنم تو اونا خوب گرفت. سمیه نرو من یه برگرد دیگه. میلاد و ماهرخ هم خوبه. ماهرخ اگه میگم باز از لحاظ ظاهری من هیچ وقت همچین کسی رو شاید ارتباط باش نتونم خوب برقرار کنم به خاطر پیرسینگ‌های زیاد و کارا هنری زیاد انجام داده. اینا که همشون توی ویدیو کلیپی چیزی بودن دیگه، شویی مثل من. آره. و یه کوچولو حاشیه داره. تو هم بودی تو ویدیو کلیپ. یکی بخواد دنبال حاشیه‌های من بگردم، موزیک ویدیوهای من حالا میاد ویدیو کلیپ. قیافت همون بوده، تغییر نکرده. دختر زهرا که تو میگی بهش زهره اشتباهی. زهره. اونم دستیار نگار دیگه. اونم از این مینگرا بودن تو این فیلم‌ها که دنبالشون می‌گردن. اینم از اوناست. من نمیدونم چرا اینقدر دستمال به دست کیه این نگار میشه. همش میدوه، پاچه خالی اون میکنه. یعنی اگه اون تایم و زمان و گذاشته با یکی از پسرای اونجا صحبت میکرد، الان اون وارد رابطه شد و الان احتمال حذفش هست. حالا کلی نظرت راجع به برنامه بگو. ببین انترتینمنتش خوبه، یعنی انترتینینگ هست، یعنی سرگرم کننده هست. فیلم برداریشون اوکی به نظر؟ دوست داره فیلم برداریشون؟ اتفاقا من یه جا خوندم که اینا نه که همه عواملشون ترکن، فارسی هم بلد نیستن، اینه که ادیت هایی که دارن میکنن متاسفانه جاهای خوب خودشون میگفتن حذف کردن نسبت به اون چه که دارن میبینن، مثلا اکسایتمنت و نمیدونم هیجان و ایناست، اونا رو دارن بیشتر نشون میدن. در حد خودش پایونیر هست و پیشروه، اینه که خوبه برای اولین برنامه. خوبه برنامه‌ای که خیلی از شبکه‌ها بعد درست می‌کردن نکردن، حالا به خاطر یه سری تابوهایی بود که داشتن و یه سری حرف و حدیثا، ولی دیگه باید گذشت از اون. به نظر من خوبه. شخصیت جدید پژمان چی؟ آقا پژمان خوشم اومد. پژمان خوشم اومدشون خیلی خوب. یه ذره تا قبل از اینکه صحبت کنه همه چیزش خوب بود. به نظر من یه چالنجی شد، یه ذره تکون خورد اصلا برنامه، یه ذره حالت جدی‌تر یکی که یه ذره مثلا آدم با تجربه تریه وارد برنامه شد، خیلی باحال شد. آره نه یه ذره با تجربه هست، ولی میگم یه ذره بقیه جنب و جوش گرفتن. من پیکسی رو هم دوست داشتم، از خیلی نرمال‌تر رفتاره. آره ولی به من خیلی رفتار نرمالی داشت. پیکسی به نظرم از اوناست که تو نگار اگه پر پاچش
بپیچی پارش کرد. قشنگ یعنی به سلاخه کشیده اونجا اینجوریه، یعنی هست که قشنگ قوی مردی و میخورتت میشورت میذارد کنار. از اون لازم تا یه جایی داره خودشو فعلا خیلی مطمئن از خودش خوب دفاع میکنه ولی کاری به کاری کسی نداره خودش. نه کل صورتش رو سوراخ کرده نکرده، شخصیتی دارم اینجوری میگم. ما هم بیننده ایم دیگه. دقیقاً همونجوری که الان اون نفری که پشت این حالا موبایل یا لپتاپ داره میبینه داره ما رو قضاوت میکنه و حال ما همین مثلا همیشه در حال قضاوت کردن اصلا اونجایی که دارن میبینن رو قضاوت میکنن. شاید در زندگی واقعی پشت این دوربین هر کسی یه جور خاصی داشته باشه یا ممکنه همینی که الان میبینن باشه. خب بریم سوالای دیگر جواب بدیم. این ازش ابدی چطوری موهات انقدر بره؟ خیلی زبط. ما همش دارم ماشاءالله همه خونه مو شده دیگه، یعنی جارو برقی اینجوری توپ مو در میاد و خلاصه. خب نصف بیشترش ژنتیکه ولی یه نصف دیگه‌ش هم برمیگرده به تغذیه و مراقبت. آرامش، استرس نیست، مراقبت. مویی هم داره دیگه، میدونم آووکادو میزنی. آره دیگه من روتینمو همیشه دارم، یعنی تو بدترین شرایطم من روتین پوست و مومو انجام میدم. سختی مهاجرت من به عنوان من حالا 5 ساله که مهاجرت کردم، قبلا هم خودم مهاجرت کرده بودم. قبل از اینکه اصلا بخوام ازدواج کنم 2 سال ارمنستان بودم، میرفتم میومدم. آرمان ولی از بچگی خب انگلیس بزرگ شده، تقریبا همه جای دنیا رو هم گشته. از آرمان بپرسیم اول فکر کنم بهتر باشه، منطقی تر باشه. حالا من شاید اون مهاجرتش به سختی مهاجرت مثل بقیه چون کوچیک‌تر بودم اونقدر حس نکردم، یادم نباشه، ولی کلاً چون در ارتباط بودم با خیلی از دوستان که مهاجرت کردن و حالا از طریق اون شرکت سرمایه گذاری و مهاجرتی هم که داریم خانواده‌های زیادی کمک کردیم برای سرمایه گذاری و مهاجرتشون. واقعاً اولش سخته، خیلی سخته، یعنی شما یهو میای وارد یک جامعه‌ای میشی که اطلاعاتت شاید به اندازه کافی نباشه یا حتی هر چقدر که خونده باشی، وقتی میای تو اجتماع قرار میگیری، تو جامعه، تو بدو اون کشور، شهر، فرهنگ قرار میگیری، خب سخت اجاز کردن. شما مطمئنا تو ایران از چه میدونم مثلا تهران میری شمال میری جنوب، همون اولش هم از فرهنگ و عادت‌ها و طرز برخورد و هر جایی یه چیز خاص خودش رو داره. آره عوض می‌کنی، خب آدمای جدید آپارتمان هم عوض می‌کنی، سختی داری. با همسایه‌ها بشناسی. خیلی مثال قشنگی زدی. اینه که کشور که عوض میشه مسلماً سختی زیاد داره. من همیشه اتفاقاً توی کارا به هر یکی از دوستان که میومد برای مهاجرت، اون اول از همه چرا مهاجرت می‌کنه؟ کسی که شاید یه زندگی یه در حقیقت لولی داره که راضیه، داره استفاده میکنه، مسلماً بخواد بیاد خارج یا بره یه کشور دیگه و مهاجرت کنه، اون لول رو نخواهد در ابتدا داشت. میدونی اون احترامی که شاید بذارن، البته اینکه ببینم کلی ها مختص یک جای جغرافیایی، یک کشور، یه منطقه نمیشه. اون احترامی که شاید به تو کشور خودت میذارن رو نمیذارن. اینجا اونجوری نیست، جایی که ما زندگی میکنیم مثلا فراتر من، فقط برای این جای منطقه‌ای که خودم هستم دارم زندگی میکنم صحبت نمی‌کنم، کلیات مهاجرت رو میگم. اون احترامو نمیذارن، اون فرهنگ نیست، اون غذا نیست، اون آب و هوا نیست. شاید غیر از 2-3 تا نقطه، یکیش همین جایی که هستیم یا حالا کالیفرنیا یا 2-3 جای دیگه دنیا که آب و هوای خوبی داره، بقیه جاها مخصوصا اروپا، کانادا، اینا که وحشتناک، اصلا بدنای ما آداپت نشده، ژنتیکمون نمیخوره. ما ژنتیکمون جای گرم و خوب و خوش آب و هوایی نمیتونیم بریم تو اون سرما. میریم اونجا وقتی مهاجرت میکنی، آره به طب خیلی تاثیر میذاره آب و هوا روی خلق و خوی آدما، رفتارشون. شما همین بفرمایید شما نگاه میکنی مثلا میری انگلیس رو میبینی، جایی که خودم بودم بزرگ شدم دارم میگم، لندن رو میبینی یا انگلیس رو میبینی، اصلا مردم یه عجیب غریب میخوره بهشون، چرا رفتاراشون اینجوریه، برخورداشون اینجوری، طرز فکرشون. من مثلا انگلیس این همه سال 20 سال همسایه بغلیم در حد سلام بود، یعنی اصلا نمی‌دونستم کیه چیه. آره واقعا اصلا چون ارتباط نمیتونی بگیری. من اصلا نمیتونم اینجوری باشم، من با همه میرم سلام چطوری با همه میخوام دوست. تو خوشبختانه من جنوب اسپانیا، آره اینجا دیگه همه عین خودمون ایرانیان. آره از یه
پله به قول من پله دیگه خستت میکنه، میخوان باید آشنا شن و دوست شن. خیلی خونگرمه، خیلی دیگه. اینا مثلا جنوبی‌ها شیرازیای خودمونن. آره خونگرم و مهربون دقیقاً. ولی در کل باز برگردیم به همون بحث مهاجرت. وقتی تو مهاجرت میکنی میگم باید از قبل همه این جوانب رو در نظر بگیری، بیای و خیلی چیزا گذر کنی، میدونی، از خیلی چیزا بگذری. دیگه نیای بگی وای من توی ایران نمیدونم خدمتکار داشتم، اینجوری داشتم، این داشتم، این همه دوست داشتم، آشنا داشتم، هر روز دعوت بودم، هر روز احترام می‌ذاشتن، چون همه جوره سیستمشون فرق. آره اینا رو بذاری کنار، پاک کنی، از صفر داری شروع می‌کنی. حتما مهاجرت پول میخواد، یعنی اصلا شما نمیگم نمیشه، خیلی‌ها هستن آره حتی میگن پناهنده میشن، نمیدونم مثلا با اون کاری ندارم، اون شرایطشون هم شاید خیلی فرق داشته باشه، ولی در کل کسی که بخواد بیاد مهاجرت کنه یک کشور دیگه زندگی کنه باید اول از همه یه شرایط مالی داشته باشه که بخواد خودش یه مدت ساپورت کنه. ببین شما وقتی میای یه کشور خارج، چه می‌دونم آلمان، انگلیس، اسپانیا، هر کجا، فرانسه، خب اگه زبانشو کامل بلد باشی، حتی پرفکت هم بخوای صحبت کنی، وقتی که میای بازم با اینکه توی اجتماعی صحبت میکنی، زندگی میکنی که زبانشون اینه، نوع صحبت کردنشون، محاورهشون یه چیز دیگه است با اون چیزی که خوندی، باز نمیتونی اون اول اون ارتباطات قوی رو بگیری، نمیتونی. انگار که شما مثلا بری فارسی رو کتاب ادبیات فارسی بخونی، یاد بگیری، بعد بیای تهران بخوای با همون ادبیات فارسی صحبت کنی، نمیتونی. مثلا آیا شما مثلا این کلاسیک، من خودم فارسیشم کتاب کردم، مثلا کتاب زاده کسی متوجه هم شاید نشه. اینه زبان در وهله اول. حالا چه زبانت خوب باشه چه نباشه باید یاد بگیری، باید آداپت کنی. دو، اگه بخوای کاری چیزی را بندازی باید حتما با قوانین اون کشور آشنا باشی، حتما باید با موقعیت‌های اونجا آشنا باشی و در حقیقت نیازهای اون شهر، کشور، منطقه آگاه باشی که بتونی یه بیزنسی در راه بندازی که بگیره. اینکه مثلا یارو میاد کافی شاپ میزنم، رستوران میزنم، شاید بالای 80% بیزینسایی که در ابتدا ایرانیایی که از ایران میان اینجا میزنن، طبق تجربه شخصی خودم میگم، شکست میخوره، چون طرف نه آگاهی کامله داره، با اون دیدگاه ایرانش اومده اینجا داره یه بیزینسی راه میندازه، یه کاری میکنه و فکر میکنه میگیره و نمیگیره. حالا جدای اون مالیات‌های زیادی داره، قوانینش خیلی سخته، رقابت‌ها خیلی سخته. اینو باز خیلی رقابت، واقعا بخش رقابت قسمت سنگین زیاده. درست. این قسمت به کاریش. عاطفی هم که باز مشکل بعدیه، وقتی که میای اینجا خودتو دوستان دیگه، حتی من دوستایی که تو ایران داری، خانواده هایی که داری، بستگی داره چقدر روابطت با خانواده‌ت قوی بوده. هر چقدر قوی تر باشه سخت‌تر هم هست. نه فقط خانواده، نه دوستان، همه چی دیگه، روابط اجتماعی. وقتا مثلا الان مهاجرت مثلا من کردم، همه چی عالی پرفکت، دلم مثلا برای یه مکان تنگ میشه، دلم برای یه جا تنگ میشه. این دلتنگی واقعا همیشه، نه واقعا یه چیزیه که همیشه هستش، یعنی اصلا نمیشه بگی که مگه مثلا یکی واقعا بهش خوش نگذشته باشه یا واقعا هیچ خاطره‌ای نداشته باشه، ولی برای کسی که مثلا زندگی خوب داشته، دوستای خوب داشته، بهش خوش گذشته، خاطرات خوبی ساخته، واقعا دلتنگی هستش به نظر من. مثلا دوستای خودم خیلی مهاجرت کردن، میگن یکی از مشکلاتی که دارن اینه که سوالاتون قد و وزن و روش مهاجرت به اسپانیا اصلا چه ربطی داره؟ قد و وزن و روش قد و وزن نمیخوام مقایسه کنن همیشه. بعضی مثلا اینو داشتم میگفتم، مثلا دوستان بودن گفتن مثلا پرخوری عصبی گرفتن بعد از مهاجرت، اضافه الان به این رسیدیم، اضافه وزن گرفتن، افسردگی گرفتن، مثلا با آدما دوست نداشتن آشنا بشن، میدونی همه اینا هستش. ولی تو باید یه روتین و یه لایف استایل قشنگی برای خودت درست کنی، روی نظم بری جلو. به نظر من مثلا سر ساعت ورزش کنی، سر ساعت به کارت برسی، سر ساعت بری رزومه پر کنی واسه جاهای مختلف. بالاخره هم کار پیدا کردن کلی خودش زمان میبره. یه روتین قشنگ برای خودت درست کنی، کلا تو زندگی خیلی آدم بیشتر جلو میره. چقدر شبیه سفداش صحبت کردم، یهو من پیانو میزنم. همونجوری که صحبت میکنی من گاز خاموش کنم تو غذا نسوخته.
این بخش آرمان از دست دادیم، امروز غذا با آرمانه. من یکی پرسیده که من سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که عالی باشین. به یک ولاگ دیگه خیلی خیلی خوش اومدین. الان دارم میرم کلاس بالانس، ساعتم 9، خیلی هم دیر شده ولی همچنان دارم براتون ویدیو میگیرم. صبحتون بخیر. بچه ها امروز کلاس بالانس داریم. این کلاس رو خیلی دوست دارم، بیشتر کششیه و تمام این خستگی کل هفته رو قشنگ کلاس از بدن من میکشه بیرون. اینم از کافی شاپ جدیدی که کنار باشگاهمون باز شده. امروز با بچه ها گفتیم بیایم ببینیم چجوریه جاش. خیلی باحاله. واو چه نونای خوشگلی. love it. کورسانشه. اینا رو برای تست گذاشته بودن که نوناشون رو بتونیم تست کنیم. برای خونه کم خرید کنیم، چیزای سالم بگیریم. فقط چیزای سالم. یکم شیویدم بردار، از اون ماست و خیار خوشمزه درست کنم. جعفری هم برد. سنجه بگیریم تمیز کنیم. سلمون بابا خیلی خوشمزه است. آره اوکی. واو نمیتونم شما رو بردارم، ببخشید. بچه ها امروز رفتیم یه ریل جدید گرفتیم برای اینستاگرامم. یعنی ریل قشنگ نفسمون رو گرفت. خیلی باحال شد. حالا این هفته اونم قراره که پست کنم. بریم ادامه ولاگ هفتگی رو بگیریم. یک روز زیبای دیگه و یه باشگاه دیگه. بزن بریم.